وقتی ایران پشت نخبه هاشو خالی کرد، عربها بردنشون و معجزه ساختن. اسمش شهرام پروینه، همونی که سالها پیش گفت میتونه بارون رو به ایران بیاره. طرحی رو به دولت ایران، به وزارت نیرو، به برخی از استانداری ها ارائه بدم تا مشکل آب و بحران آب در کشور به صورت کامل حل بشه و دولت ایران حتی لازم نداره که یک ریال بابت این طرح هزینه بکنه. به جای اینکه بهش بها بدن، مسخرهش کردن و حتی یه ریال هم بودجه ندادن. نتیجه مهاجرت کرد. امروز قطر و عربستان با همین روش ابرا رو بارور میکنن. روستاهاشون سیراب شده. ایران هنوز فقط دعا میکنه برای بارون. این یعنی نخبه ایرانی رو خاک میکنیم، بعد عربها ازش طلا میسازن. تو بگو گناه این خشکسالی گردن کیه؟ یه قلب تو کامنتا بذار و این پستو شیر کن تا همه بدونن چرا نخبه های ما یکی یکی میرن.